حضور محترم علاوه بر تحلیل و اندیشه‌هایی که در سخنرانی خود بیان نموده میخوام باز دو سه مسئله دیگر رو با توجه شما و رهبران ساختار و مقامات مربوطه رسانم. یکم طبق معلومات وقت‌های اخیر دخالت ساختار و مقامات علایده شهر نویا با کار ساحه موارد سنجش‌های نقشه‌ای و غیر نقشه‌ای زیاد هم در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی و هم عالی اینچنین جلب دانشجویان و آموزگاران و خوانندگان با جلسه و چاره‌بینی‌های ساختار و مقامات گوناگون با مشکلی جدی تبدیل یافته است. به ضمن دخالت پدر و مادران با فعالیت آموزگاران و در بین همکاران یا هم خوانندگان پس زدن شأن و شرف آنها با کارهای بیرون از درس از جمله به قبول و گسیل مهمانان جلب کردن آموزگاران و خوانندگان توسط آموزگاران جمع‌آوری کردن مبلغ برای برگزاری چاره‌بینی‌ها تعمیر و ترمیم آبونه با نشریه‌های گوناگون و مانند اینها شخصیت و زحمت آموزگار در نزد جامعه بی‌قدر می‌کند. برادران عزیز، از این رو پیش از همه بر رهبران و مسئولین مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و دیگر ساختارهای دولتی و جمعیتی از جمله مقامات وزیر حقوق دستور داده می شود که مسئله ذکر شده را زیر نظارت جدی قرار داده از دخالت با کار مکتب و معارف و آموزگار خودداری نمایند. این معلوم که پرابلم است. شده. من فکر میکنم که در خودی امروز رهبران ساختارهای مربوطه گوش کرده ایستادند. من سپارش میتیم مالایده خودداری کرده مونده کار شرط است. خیلی خواننده باید درس تعلیم خواند، دانشجو دانش بعضا چاره‌بینی‌های جمهوری که دخل دارد به سطح جمهوری دیگر، لیکن در شهر نویا رفتن این فلانچه آمده تمام مکتب برای اونجا قطار کن، حتی برای سفرهای پرزیدنت نکنید تانی کار را. رئیسای ویله شهر نویا من سپارش دادم قطعی، حتی جزا هم دادم. کودکان را میبرند در قدی راه راست میبینید چگونه دارد میشه و چی میکند؟ چی ندیده است؟ پرزیدنت خواننده را ندیده است، کودک را ندیده است. ساعت‌های دراز، شمال، خنک، برف، باران با همین ظاهر پرستی میکنین، چشم رهبر دولت در حتی خاک پاشیدنی میشه. من کردم این چیز دیگر در یگان شهر نویا را نمیدیم. بعد پیشواز گرفتن انا از مرکز آمده است وزیر شورای جمعیتی برین سیم قطعی گلدسته قطعی آجا خوش آمده بگین رقص کنین پیش بود آمده است خوش آمده بیا وطن شایخی بیند کمبودی های ساحش اصلاح کند. میمان نیست میمان یگان دولت خارجی میبین میمان وطنش است وظیفه‌اش است خدمت به خلق کردن نه چیزی دیگری. دیگر که همه ما پدر و مادر ها وقتی آموزگار ما وای میکنیم آموزگار ها من اینجا اشاره کردم در سخنرانی که پیش از هم خودشون هر چی میگن عزت احترام اومد در جامعه نشان دادن شخص با او فرمان پرزیدنت قد دادن میشه. عزت احترام صاحب آبرو شدن نمیشه از هر یک شخص خودش وابسته. لیکن از پدر و مادران بعد ساختار و مقامات ها در مکتب رفته هفته هشت کرده با آموزگار در نزد خوانندگان یا که در نزد مکتب از آداب بیرون است. کار کردن در کار نیست. همون پروکرور هم میلیسه کسی نباشه همون هم آموزگار در تعلیم داده است. آموزگار نمیشه میلیسه نمیشه. این کمبودی ها را برطرف کردن. دویم طوری که من معلومات دارم دوامات نامکمل
و سریوک به دست‌ها حاضر نشدن خوانندگان و حتی آموزگاران یکی از مشکلات جدی و فوراً حل طلب در ساحه معارف میباشد. مثلا هنگام سنجش روز 17 می سال جاری گذرانیده شده در 3600 مکتب معلوم گردید که 88,000 خواننده بی‌سبب به درس‌ها حاضر نشدند. 28,000 نفر بی اسباب اشیای خوانش و 26,000 نفر بی لباس مقرر شده به مکتب آمدند. اینچنین در همان روز 1900 نفر آموزگاران به درس حاضر نشدند. 2000 معلم چی میشه برنامه اجرا میشه؟ خب 2350 نفر به لوازمات تعلیمی و 2000 نفر با لباس غیر رسمی با جای کاری یعنی وسایل تعلیمی اومدند. همچنین معین کرده شده است که در بعضی شهرها هستند خوانندگانی که ماه‌ها به درس حاضر نمیشوند. در دبی در دیگر دولت‌ها تماشا کرده گشت است. بچه شاهکار بچه منصبدار است فرزند کسی از در ژورنال رفته ایستاده است. اما هر چیز زودتر ما سیستم‌های رقم‌کنونی در گذشته مانده کار خب که این کمبودی‌ها را برطرف کنیم. این از راهبران مؤسسه‌های وای در چی دخل دارد؟ دیگر سیوم طبق معلومات در بعضی مؤسسه‌های تعلیمی عملی نامطلوب از خوانندگان با بهانه‌های گوناگون جمع آوردن مبلغ تا به حال با نظر می‌رسد. راهبران وزارت ریاست‌ها و شعبه‌های معارف شهر و ناحیه‌ها را تاکید می‌نمایم که با چنین حالات‌ها قطعاً خاتمه باشد. چیکار می‌کنید تا این چیزا وای نکنید؟ حاضر با نسبت به سال‌های پیش وای است شایبکارا هستند تاجرها هستند بعضی کارهایی که اگر در مکتب وای باشد با اونو قطعاً وای کردن ممکن خواننده را نکنید تا این کارا وای نکنید. در نزد مؤسسه‌های تعلیمی شروعی وای کردن در کار که پدر و مادران دیگر وای شامل باشند. بعضا کمبودی کاری که چیز دیگری که میشه اونا خودمون اصلاح کنیم. خب مقامات های حاکمیت اجرایی در مراجعت کردن نکنید تا آبرو نمیگیرید. بعد ما یک چی رپورت وای کرده بودیم تجلیل زادروز آموزگارا خیلی هر حاضرم هست من میشنم من نبیره دارم فرزندم هست خیلی میرم مکتب من وای میکنم نگاه میکنم معلم هم در شعر بکنم معلم هم در گل بگیره معلم هم در این شکل زادروز داره از روزی تولد داره گفتن این چیزا از برای ریتخانی را برای چی در کودک چی دخل داره ما نکردیم وقتش نباید این خیلی چیزا نمیشنیدیم ما تا روزی تولد خود ما نمیدونستیم نه اینکه آموزگار نه راست نشاخه در مکتب کی میگو همین سین سالای ما در مکتب میخواندیم یک کس منو این روزی تولد ممکنه تبریک کنی و دیگر کنی نالی باز از سایت های وای در برآمدگی بچه های ماجرای مهنتی نویسن گوساله تولد میشه زادروز وای میکنن بزاله تولد میشه زادروز وای میکنن ما ایس جان کندیس هم میگم میرم وای میکنن بگیره میخونن شما دیدین آخه و سخنهای قبیه قطعی وای کردگی یا خیلی میباشتون جان میکنن اونجا پول درده میره ریختگی قابچه دا میبرداره روان میکند که برای سطح زندگی اویلش بهتر شد خوبتر شد نه برای وای کردن هر گونه محرک‌های نالازمه که عموما نمیدونم کمتر شکمشان شد مردم هر یک نغمه میبافند